یادگار فیضوف رئیس سابق ولایت مختار کوهستان بدخشان که 5 نوامبر سال گذشته از مقام رئیس این ولایت برکنار شده بود منصب نو گرفته است. بنا به اطلاع دریافتی آزیا پلوس، یادگار فیضوف در بنیاد آقاخان مشاور تعیین شده است. به اطلاع منبع آزیا پلوس، یادگار فیضوف تقریبا 2 ماه پیش مشاور بنیاد آقاخان برای آسیای مرکزی تعیین شده است. از روی وظیفه یادگار فیضوف باید در دفتر مرکزی بنیاد در ژنو باشد، اما در حال حاضر او کار و وظیفه‌اش را از دوشنبه پیش میبرد، گفت منبع آزیا پلوس. یادگار فیضوف در اول ماه نوامبر سال 2021 پس از 3 سال کار در مقام رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان از وظیفه‌اش برکنار شد و این برکناری در جامعه تاجیکستان سر و صداهای زیادی را به بار آورد. از جمله در شبکه‌های اجتماعی برکناری فیضوف به موج واکنش‌های کاربران روبرو شد. آن زمان به جای یادگار فیضوف علیشیر میرزا نباتزاده که تا این وقت در سمت رئیس شهر خاروخ کار میکرد تعیین شد که در گذشته معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان هم بود. یادگار فیضوف که در میان مردم تاجیکستان و جامعه بدخشان به عنوان رئیس سابق بنیاد آقاخان در تاجیکستان از نفوذ زیادی برخوردار است، او 1 اکتبر سال 2018 پس از نارضایتی امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از کار رهبری پیشینه ولایت مختار کوهستان بدخشان رئیس این ولایت تعیین شده بود. بعد رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان شدن فیضوف به عملکردهای برای جامعه تاجیکستان غیر معمول و سخنرانی‌های بی‌پرده و برای مردم و رسانه‌ها دسترس بودنش خیلی معروف شد. او در مصاحبه‌های زیاد با رسانه‌ها و حضور شخصیش در درگیری‌ها و گرد همایی‌ها به یکی از منصبداران مردمگرا و قابل اعتماد تبدیل یافت. در پی برکناری فیضوف از مقام رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان 16 دکمبر سال 2021 او را از عضویت و معاونتی رئیس مجلس ملی پلات بالای پارلمان تاجیکستان هم برکنار کردند. دفتر مطبوعات مجلس ملی آن زمان خبر داده بود که در برابر مسائل دیگر مسئله پیش از مهلت قطع نمودن وکالت عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و از منصب معاون رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان بازخواه نمودن فیضوف بررسی شده است. بعد برکناری از مقام رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان، نام یادگار فیضوف دگرباره پس از حوادث آخر ماه نوامبر رشقلب و خاروخ سر زبان ها شد.